نماینده سازمان امنیت و همکاری در اروپا در امور آزادی مطبوعات تریزا ریبیرو 7 سال حکم زندان ژورنالیست تاجیک سفقبک سیدامینی را باز یک ضربه دیگر به آزادی مطبوعات در تاجیکستان نامید و گفت مقامات تاجیکستان باید تمام ژورنالیستان زندانی را آزاد کرده به اهل مطبوعات امکان فعالیت آزاد بدهند. تریزا ریبیرو در یک بیانیه که در صحیفه های رسمی نماینده ساحه در امور آزادی مطبوعات در شبکه‌های اجتماعی از جمله در توییتر و تلگرامش نشر کرد نوشته است 7 سال حکم زندان ژورنالیست سفقبک سیدامینی در تاجیکستان این باز یک ضربه دیگر به آزادی مطبوعات در این کشور است. تمام ژورنالیستان زندانی باید آزاد کرده شوند و امکان گزارش دادن درباره مسائل مورد توجه جامعه از جمله پیرامون مسائل امنیتی برایشان فراهم آورده شود. ژورنالیستیک جنایت نیست. از این قبل کمیته دفاع از ژورنالیستان و سازمان خبرنگاران بدون مرز نیز حکم زندان سفقبک سیدامینی، دلیر امامعلی و عبدالله غربتی را به باد شدید تنقید کشیده از مقامات تاجیکستان آزادی آنها را طلب کردند. خبرنگاران بدون مرز اتهامات ضد این سه ژورنالیست محکوم شده و عبدالستار پیر محمدزاده را که در انتظار شروع مرافعه‌اش در بازداشت قرار دارد بافته و دروغ نامیده و گفت مقامات تاجیکستان با اتهام بافته همکاری با سازمان‌های ممنوع می‌خواهند داور ژورنالیستان منتقد را ببندند. روز 4 اکتبر عبدالله غربتی به 7 سال و 6 ماه زندان محکوم شد. 7 اکتبر دلیر امامعلی به 10 سال زندان محکوم شد. روز 4 نوامبر سفقبک سیدامینی با جرم عضویت در گروه 24 به 7 سال زندان محکوم شد. تاجیکستان در رده‌بندی امساله این سازمان از لحاظ سطح آزادی مطبوعات در بین 180 کشور در مقام 152 قرار گرفت. این نظر به موقع تاجیکستان در رده‌بندی سال 2015 کم و غم نه 36 زیر پایین‌تر است. از ماه مای و تا آگوست سال 2022 در تاجیکستان دست کم 12 ژورنالیست و بلاگر از جمله 6 ژورنالیست و بلاگر زاده بدخشان بازداشت و 4 نفر آنها علیه محکوم به زندان شدند. به احتمال غالب این حبس‌ها به موقع تاجیکستان در رده‌بندی نوبتی سطح آزادی مطبوعات تاثیر منفی خواهد رساند و امکان دارد که تاجیکستان امسال در روی خط سیاه دولت‌های سرکوبگر مطبوعات آزاد